دور بر ما از اینا خیلی زیادن. افراد که خیلی تو کارشون پیشرفت کردن وقتی که بک‌گراند زندگیشون برمیگردی میبینی که از زنهای خوبی برخوردارن. خانم گلچین، زندگی کردن با هنرمند شاخصی مثل استاد نادر گلچین خب شیرینی های زیادی داره. در کنار این شیرینی ها شاید تلخی هایی هم باشه، ولی فکر میکنم که شیرینی هاش خیلی در واقع بیشتر از اون هست که آدم این سختی ها رو تحمل کنه. میخوام از خاطرات شما، خاطرات تلخ و شیرینتون هم بشنویم با استاد. من براتون برسونم. من از طریق همین وزارت ارشاد که موقع فرهنگ هنر بود آمدم از طریقی که دوستان که با یه آقایی که در قسمت چاپخونه اون پایین آشنا بودن من آشنا کردن که من برم اونجا کار بکنم. من اونجا کار میکردم. آمدم به شرکت تعاونی خرید کنم. ایشون در شرکت تعاونی بودن. ما ایشون آشنا شدن. آشنا شدیم و بعدم ایشون گفتن که من نظر ازدواج دارم، نظری نیست اینا. یه مدتی خواننده مشهوری بودن؟ تقریبا نه هنوز خیلی، ولی کن چرا برنامه داشتن تلویزیون کانال 3. بله برنامه داشتن و زنده بود اون موقع. بله. بعدم من کار میکردم و بعضی موقع روزا هم دیگه کار نداشتیم میدیدیم. من به علتی از طریق اونجا از این اداره آمدم بیرون، رفتم به تولید دارو. بله. یا آقای از دوستان خانواده‌مون بودن چه بهتر شما اینجا بیاین که اصلا کار همه خانم ها اونجا کار میکردن. آمدم اونجا. بعد ایشون مرتب بعضی موقع فرصت داشتن منو می‌دیدن و قرار ازدواج گذاشتیم. پسر. بعد از مدت الان 47 ساله ما با هم ازدواج کردیم. پسر. 3 تا دختر داریم اصلا و الحمدلله خدا رو شکر بچه‌ها تحصیل کرده. یکیش دکترای زبان فرانسه و انگلیسی داره، کارشناس ارشدی، و یه دخترم نقاش تابلو مینیاتور میکشه و یه دخترم باز موزیسین هنرستانی همینجا. بله. و ایشون پیانو میزنه و تار. بله. الحمدلله خدا رو شکر شوهر کردن، بچه دارن، راضیم ازشون. نتیجه و اینا داریم. بله نتیجه. از 47 ساله که ازدواج کردیم و من برسیم مثلا آقای سعدی در دنیا هیچ کس اندازه گلچین دوست ندارم. خدا انشالله یعنی نمیتونم بگم بهتون این موجود دوست داشتنیه اینجوری. نه من اگر مشکلاتی در زندگی برسات هست شما بگیم کم زیاد هست تو خانواده که بچه هست اینا، ولی که اصلا به طور کل تمام وجود من سرشار از گلچینه. بله خدا انشالله این گل نازنین رو که خودشون هم یعنی گلچینه، با دنیا، یعنی بچه ها من میدونم با دنیا ایشون عوض نمی کنن. ایشون اسمشون روشونه دیگه، نادر گلچینه. یه گلچین که به شیرین سخنی شهره شهر هست، لطف سخن از لعل سخنگوی تو داره. قربون شما، ان سلامت بشین استاد. ازتون تشکر میکنم، برای شما آرزوی سلامتی میکنم، برای خانم ممنونم که لطف کردید. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. خیلی بزرگواری کردید. قربانتون برم. خیلی ممنونم ازتون استاد گلچین. این بخش برنامه رو هم به پایان میبریم. از شما دعوت میکنم همچنان بیننده برنامه صدای پای آب باشید.